السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه رنگین کمان در ولایت فرغانه شهر رشتان قرار داریم. حالا ما در مرکز بین المللی کلالی شهر رشتان آمدیم. خواستیم آید فعالیت هنرمندان کلالان به شما حکایه نماییم. توجه نمایید. السلام علیکم اکو. نظم شما صحت و سلامت مانده نشده صحت سلامت. من که اومدم وارد شدم این لالی یک دقت منو به خود جلب کرد. خوب میشد درباره این لالی یک معلومات میدادید. اینجا من دیدید من مرکز هنرمندی رشتم این دنیا و همین شناخته شده برای همین پرزیدنت ما همین 2020 سال اومده همینجا ما 20 کسب سوق کرده دادنده ما این همه ما همین هنرمندا و همش به همین زندگانی کرده به دیگه کرده به جو ناس دلمون چیزای کرده دادنده این رمزی که استاده است این از هنرمندی در همین شهر رشتان صنعت بالایی هنرمندان کلالان یک نشانه است. درست؟ البته این همین کارمای همین شاگردامو که کرگمو انا همین جنده این همین دروی و همین ویزیت همین رشتانده این چند نفر ساختن اینا انا همین جنگ شاگردای همشون همین رهبر علی شرکو ما سونه خط ساختگی ما همین این جنده انچه کسای دستش رستگه من همین جنگ رمزاش بینید من همین گویم همین آب دسته منم آب فردانساز آبنده این انارای دیسوید من این انار شکلشن این انار همین رمزی همین سرفرزندی بایگری یعنی همه کرده همین نقش نگاراننده یک همین معنا عکس دارد. خب میرویم نباشد سر کار با اینجا که چند نمود زیاده از 20 کس اینجا 20 کس انا همینجا 20 کس جاگر شدگی همین این بهترین استاها این بهترین استان رشتان هم بهتر این رشتان شهر کلال این جنده کلال ها مول است لیکن در نیهان همین 20 کس این بهترین کلال های همینجا جمع کردیم ما. آفرین. خب با اونها هم یک شناس میشویم فعالیت کارشان. البته. به واسطه اینجا کار میکنن، مهمانا میبیان، سیاحا میبیان با اونها از آیدی تاریخ رشتان و ازبکستان ما حکایه میکنید. البته. جریان کار شما و اونا شاهد میشوند. البته. انا همینجا جریان کارم شاخص شده همین کار درآمد همه اویله که همین شناس شده همین همینجا چه زده همین من خود دیساید من خودم دیده من حاضر عرسی آمد همین ها مهمانا انا همینجا دیده من چیزامای دیده همین چیزامای خریده همین فورنده گرو میبرد این ما خوشبخت میشیم حاضر من میدرایم همین کلال همین نه زیاد شاگردم نشون میدیم همین وقت من صحبت میکنم. عزیزم عادل جان این کسا من استخوانش خودش شاگردامو من دوشان استوی کلان 80 سالا ما کار کردیم من پسراشون من کلام شده من حاضر استوی نقش شدم. بسیار خوب ما تماشا کردیم دیدیم این چیزا رو میبینیم که دست البته هر یک آدم هنر دست انسان گل است و دستی کلاها باشد من نمیدونم تعریفش چگونه آورم که انا این شوق هوس به این هنر از کجا پیدا شد در شما؟ السلام علیکم. اولا بار خوش آمدیتان. این کارهای ما اولا بار ما مثلا پدرم ماندگی پدرم استوی کلان پدرشون هم استوی کلان این کارهای ما وای ها بابامو ما میراث شده وای های کارشون ما دوام داشتیم دوام چی ما
پنجم sinf ششم sinf مونده این چیزا ما سکین دودمو مثلا پدرمو و همین دستمو قپونده 12 سالگی مونده سکنوندگی هوای من تا حاضره اکن بازم هم انقدر میگویم مکتب بیتکره مستقل این کار به درام دامدگی من سکین همین این کار کته oylamoy poysoyim hozirina paytanda misol Rossiya hava misol Tojikiston va Qirg'iziston va buyurtma ofdomsoz va hoy mogisel kasoyim hozirina zamonanda ham imkoniyat zo'r ki O'zbekistonda mana hatto eksport mekerage seyahat juda oson shudamo وقتی که این اودلجان کروش میبینیم در اینجا یک چیزهای زمانوی و قدیمی نقش رو میبینیم شما وقتی که همین ایجاد میکنید اون از یکدیگر نصیحت میکنید برای نوگانی کردن آدم میآموزد از دیگر رو یاد میگیرن همین مکتب کلالی رشتون بسیارتر از کجا میآموزد اینترنت گفته که چیز اول نبود ما این چیزا همین کوهنه همش همین استوهای کلانهای مالنگ نقش نگارانش دیده ما همین شاگرد شده فرزانده انا همین دیده هر یک تا حال گفته باید نقش نگاران خودش معناش میشه ما مثلا اول این ساخت سازای مونده مثلا کاسه پزای مونده مثلا کوزه‌گر میگود همش من کوزش که همین کوزه میسازه همین نقش میگیره و نقاش و دیگه مونده همین آسمان مصفا ماوی میگون این ماوی رنگ کلالهای اصلی رنگش رشتان اساسی نشان میدادگی رنگش ما همین رنگ قبدگی ما سبز یونالشش شما گفتگی باین همین یونالش قبده همین یونالشنده همین راهنده سکین برافسایده همین راهنده که این راه ما میراث شده موندگی این رنگ از کجا میگیرید تو؟ پیدا میکنید این رنگ؟ این رنگ ما همین از سنگو میگیریم اساسا سنگوی رنگدارها های سونه همچین سیاه های علف های گیاه های هوای ها کم گرفته طبیعی تیار کرده خدا مانده هم حسال یافته نتونسته گمایه با قبل شما گفتن که اینترنت هم البته حاضر زماننده میکن و نو یونالش به و یونالش به این به وابسته کرده هر دوش مجسم کرده همین رنگوی برورده تقدیم کردیم دستی ها امروز البته این چیزها خریدارگیر است آدم بسیار تماشا میکنند از این بهره میبرند ما فخر میکنیم که همین محصولات های خدا ما برورسته رشتونه دیگه دولت انگ میهمان ها برای سوق گرفتن ما خرسند میشیم این نشانه از ازبکستان است سلامت باشید تشکر خوشبخت باشید دیگر هنرمند که شما آشنا کردنی هستید که هست نکن انا اینجا نومانجان دهقانف گفته که حتی استوما هایان اینا انا ویا حاضر میدرایم اینجا پسراشون کده شما شناس میکنم این های من هر کی اینجا هر اکتر استوی خودش دیگه راه شایده راه از روی حاضر میبینید و این های کارش با دیگر نومانجان دهقانف من پسرشان نازم جان دهقانف من شاگردم من همین این های گفتم اوم این های با راهش دیگه من دیسوت نقش نگارای اون من دیگه چه رشتاننده باور کنید 500 زیاد کلالای همش خودش به نقششون های خودشون یونالششون های نازم جان خسته نباشید ما تماشا میکنیم میبینیم اکثر اینجا لاله ها که ساخته شده است و نقش و نگارهاش همش هر رنگه این همه فانتزی شما می؟ یکوب داده فانتزیشان سوری ما یاد داده که همچی میکنیم تا همچی رنگ های میکنیم تا گفته اینجا چی معنا دارد این لاله که در دست داره؟ این بلخی کلام بلخی این ماهی من همین نقش نگارا من دیسوید من همیشه این رمز حلاله این مسلمان مونده من همین هر سنده حلقمه تازه کردم به همین ماهی خودگه اوای به ما مسلمانان همین ماهی کشته شده که سی هوا اوای کو نگنده اوای استو ما یاد گرفته از اوای اینا میکشیم تا حاضر سکر وارسادیم من همین جنده من همین ماهی کشته که من زوید من نقش نگاره من همین چشم من همین
دستش من قناتو من دیسو دید همش به رنگی نشود و هر رنگ شود و برای هر یک تماشابین و اینجا اومدگی اوتن دید و طبع خودش دارد. نومان جان من همین کسا پدرشان همین خود ساخته همین تیپش همین کاروی بال کارانه همین ددش میستد همین پدرش همین نقش نگاره انا هوا یاد داده که من پسراش کلان شده من اکن که همین دوشه همین قوت به درانده همین یاردم داده من حال همین سیوا آوردن این خود جلو بسیار مهمانان که ملاقات میکنن. تاریخ رشتان مشهور کرده که اینها کلال ها هنرمند رشتان با بینهایت سخت ترقی کرده. من کلال های رشتان امروز بتون دنیا مشهور شده همون محصولات های کار کرده هاشون کرده چندین مملکت ها با علاقه دار رفت آمد کرسودیان سودا کرسودیان به نهایت رواج گرفت. من همینجا خودش حاضر مرکز شد، مرکز کلال ها شد، مرکز هنرمند ها شد. این هم یک فخر رشتان. بختیارکه این به واسطه منزل شما، منزل آباد شما و منزلی که به اینجا دستاوردهای مهنت شما گذاشته شده است و اینجا میبینم کوزه های رنگ و خیلی جالب زیبا گذاشته شده است. همین ها اصلا در بازار چقدر افروخته می شود؟ ببخشید اگر سوالم قدر خوبم نباشد. شو نه سوال نه ما حال گفتم باید اینجینه من این چیزا ما همش طبیعی این اساسی طبیعی یک تا چیزا مثلا همین چیز من دیسوید من خیلی بله خدا من میگم همین نام من جهان میداند همه جا همین چیزا من خودش چه برند سولشنده میسازم من همین چیزا ما این به برفتگی رنگوار این به برفتگی سی کور سونم این رنگ سیاوش همش طبیعی من همین کوزمو من دیسوید همه نقش انا اینجا برفتگی من همین قلعه میگفت قلعه گفته که چیزایی من همین طلا برفتگی همش به طلا رشتانه همین اساسی همین کبود فیروزه رنگ این ماوی رنگ این حقیقی رشتانه رنگش ازبکستاننده 7-8 مکتبه کلال مکتبش همش بغل شما همه یک خیلی زرد پس زرد رنگ یک خیلی سرخ رنگ یک خیلیش بنامین سفید رنگ اینما انامین این انامین دونستیم دیمه این رشتان گفته بگم همه جانده رشتان ما و انامین سرخ خاک همین رشتان خدا دادگی انامین که ما همین فخر داریم همین کس همین ازبکستان باشد همین رشتان خلق مردم رشتان میپاید همین چیز میدونید همین هر که این جنده هر دویم خانواده در آید کلال به استا شما کلال نمیشید استازادا شدش در کار استازا ما انچه کاری دادگی همین استاد و خورشه من دوام داشتیم کلان استاقای این شما آنیم دولت های بسید من مول دولت ها رفته که من مثلا خودم شخصی کورگاز من یپونی انده گذراندم روسیه دولتش و امریکا و ترکیه و مول رفته که همین نمایش کرده که ما چیزای خودم های امروز دیدم که پسرتان و نبیراهایم هنر شما ادامه میدهند. البته و خوی انمی حاضر من پسرم به موندگی این چیز ولی پسرم من حاضر من دیسو دستش همه چیز میبیاد من حاضر همه چیز من سیامو کارم همه پسرم به یاد انهای پسرم ها دوام چه همه کارم دوام دست است. به نظرم هنر در زندگی انسان این شرف است این نان و نمک است این حرمت و احترام است درست می؟ البته این هنر کلاهگری چیست؟
این همین من فخر می‌دارم همچین شاگردان و برادرگم با همین استادان به رحمت میگم همین روز به رست آمدگم ما این همش همین کلالاری همین دولت رهبرامای همچین ما شرایط کرده دادگش این کلون ما موتیواسیون می‌دهد و من بعد باز نام ازبکستان نام هنرمندان ازبکستان در جهان همین کارم که تو ازبکستان ما افتار کرده در جهان من نشان میدیم